سلام. تا حالا به این فکر کردید که چرا بعضی از آدما توی هر تصمیمی که میگیرن میتونن موفق باشن اما بعضی دیگه نه؟ به طور مثال خیلی وقتا ما تصمیم گرفتیم وزنمون رو کم کنیم، تصمیم گرفتیم که زبان یاد بگیریم و به این مرحله‌ای برسیم، تصمیم گرفتیم چند روز تو هفته بریم ورزش اما هیچ کدوم عملی نکردیم. شاید هم یه مدت انجامش دادیم اما یه جای جا زدیم. تفاوت ما با اون آدمای موفق تو چیه؟ یا اگه راحت‌تر بخوام بگم، آدم‌های موفق چی کار میکنن که به موفقیت میرسن؟ جواب این سوال رو دارن هاردی تو کتاب اثر مرکبش به ما میگه و منم امروز خلاصه این کتاب رو برای شما آماده کردم. تا آخر این ویدیو همراه من باش که قراره بهت کمک کنه. بخش اول، اثر مرکب چیه؟ بذارید با یک مثال بهتون بگم. فرض کنید دو تا دوست داریم. یکی سارا، یکی مریم. سارا هر شب بعد شام یه تیکه شکلات کوچیک میخوره. اما مریم هر شب بعد شام 15 دقیقه میره میدوه. بعد یه مدت کوتاهی مثلا 3 ماه هیچ تفاوتی بین این دوتا دیده نمیشه. بعد گذشت زمان بیشتری مثلا 6 ماه میبینیم که مریم یه مقدار لباساش انگار به تنش راحت‌تر میره. بعد از گذشت 1 سال میبینیم که مریم 4 کیلو وزنش رو کم کرده اما سارا 6 کیلو هم اضافه وزن پیدا کرده. و نهایتا بعد از گذشت 3 سال این دو نفر به شکل عجیب و غریبی با هم دیگه متفاوت شدن. این دقیقاً یعنی اثر مرکب. اثر مرکب به ما میگه که تغییرات آروم آروم با عادتهای پیوسته ساخته میشن. اینطوری نیست که شما اگه الان دارید میرید باشگاه بدنسازی یا الان شروع کردید زبان خوندن 3 ماه دیگه شما دیگه بهترین زبان آموز دنیا و بهترین کسی باشید که زبان رو بلده. شما تغییرات رو از یک مقطعی به بعد به صورت نمایی حس میکنید. یعنی تا یک جایی کسی تفاوتی بین شما و کسی که اون کار رو انجام نمیده احساس نمیکنه، اما از یک جایی بعد این تفاوت به شکل قابل توجهی دیده میشه. بخش دوم کتاب میاد راجع به اثر دومینو صحبت میکنه. اثر دومینو ما چی میگه؟ من دوست دارم که تو هر بخش سعی کنم با مثال اینو متوجه کنم. ببینید فرض کنید یکی تصمیم میگیره که هر شب آب بخوره، یه لیوان آب بخوره. این باعث میشه تغذیه بهتری داشته باشه، خواب احتمالاً راحت‌تری داشته باشه، فارغ از این که حالا فرض کنیم که ممکنه که نصف شب بخواد بره دستشویی، خواب بهتری داشته باشه، صبح با انرژی بهتری بیدار میشه، سر کار که میره بهتر کار میکنه، در نتیجه میتونه از مدیرش ارتقا بگیره. ببینید یک چیز ساده شما رو میتونه به کجا برسونه. ببین میگن اثر دومینو. جالبه که برعکسش هم هست. یعنی شما اگه همین جوری یک تصمیم اشتباه رو به صورت مکرر بگیرید میتونه روی تمام جنبه‌های زندگیتون تاثیر بذاره. توی بخش سوم کتاب میاد به انتخاب‌ها اشاره میکنه. خیلی جالبه. میگه که شما هر انتخابی که داری امروز میکنی داری به یک نسخه از آینده‌ات یک رأی میدی. مثلا تصمیم گرفتی که ورزش نکنی، اوکی، ولی داری به نسخه خسته آینده خودت رأی میدی. تصمیم گرفتی روزی 10 صفحه کتاب بخونی، به نسخه باهوش و دانای آینده خودت داری رأی میدی. همین که تغییرات یهویی دیده نمیشن باعث میشه ما خیلی وقتا با خودمون بگیم یه روز دیگه بابا، یه روز که چیزی نمیشه. و همین تفکر باعث میشه که ما در طول مسیر به اون موفقیت نرسیم. خب ممکنه بگید که آقا این که خیلی سخت شد، ما چطوری 2 سال یه کاری رو انجام بدیم؟ اینجا میریم وارد بخش 4 یعنی عادت ها میشیم. کتاب میگه که عادت ها ما رو میبرن روی حالت اتوپایلوت، یعنی مثلا حالت اتوماتیک. ما رو به اون مقصدی که میخوایم به صورت اتوماتیک میرسونن. ما باید عادت سازی کنیم. یعنی اینکه شما اگه اول کار تصمیم بگیرید که من از این به بعد هر روز هفته میرم 2 ساعت ورزش میکنم، احتمالا شما نمیتونید همچین عادتی رو تو خودتون ایجاد بکنید اگه تا الان قبل از این اصلا عادت به ورزش کردن نداشتید. بهتره که با یک نسخه خیلی عادی فقط عادت ورزش رو تو خودتون ایجاد کنید. حتی هفته 15 دقیقه. هفته 15 دقیقه واقعا امکان پذیره. شما 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته، هفته 15 دقیقه که ورزش بکنید بعد به جایی میرسید که این براتون عادی شده و دیگه به عنوان یک سختی نگاه نمی‌کنید. میگین که خب یه کار ساده است. یه روز دیگه هم اضافه می‌کنید. بعد تایمش رو بیشتر می‌کنید. و بعد از مثلا 6 ماه می‌بینید که اصلا راحت دارید میرید باشگاه ورزش می‌کنید یا اصلا تو خونه یا هر جا. پس باید ما عادت سازی بکنیم و خیلی مهمه که بدونیم ساختن این عادت‌ها کمک میکنه که ما بتونیم انتخاب‌های درستی بگیریم و کمک میکنه که مثل دومینو به همه تصمیم‌های دیگه زندگیمون ضربه بزنه و در نهایت با یک اثر مرکب
به یک چیز فوق‌العاده برسیم. خب تا اینجا تقریبا روند رو فهمیدیم، اما یه نکته دیگه هم هست. اونم اینه که اوکی همون 15 دقیقه هم یک شتاب اولیه میخواد. اینکه من تصمیم بگیرم از ورزش بیاریم بیرون، یکم مثال عوض کنیم، زبان خوندن. من باید تصمیم بگیرم که زبان بخونم. اوکی گفتی 15 دقیقه تو هفته، ولی همون 15 دقیقه میخوام شروع کنم، هی عقبش میندازم. کتاب میگه که شتاب اولیه همیشه سخت، اینو باید بپذیریم، اما ادامه دادنشه که راحت میشه. من اینجا از خودم هم یه چیزی اضافه میکنم، حالا دقیقاً از خودم نه، یک پادکستی که گوش دادم خیلی جالب میگه آدم‌ها منتظرن که انگیزه داشته باشن و بعد کاری رو انجام بدن، در حالی که اینجوری کار نمیکنه. دقیقاً برعکس اینه که کار میکنه. شما اول کاری رو انجام میدید و بعد انگیزش به وجود میاد که میتونید اون رو ادامه بدید. پس این رو بپذیرید که شروعش سخته و با خودتون بگید که مثلا 5 دقیقه شروع میکنم، فقط با سختیش کنار میام، فقط 5 دقیقه، و بعد میبینید که 10 دقیقه بعدش اصلا نمیفهمید که چطوری گذشت. کتاب توی بخش 6 میاد راجع به ردگیری، پیگیری و ثبت کارهایی که میکنیم صحبت میکنه. میگه وقتی که شما ثبت میکنید هر کاری که انجام میدین و باعث میشه که بهتر به اون موضوع پایبند باشید. مثلا میگه اگر میخواید شروع کنید ذخیره سازی پول، مثلا این باید پس‌انداز بیشتری داشته باشید، هر بار که مثلا یه خرج اضافه، مثلا قهوه نمیخرید رو یادداشت بکنید. راستش من با اینجای کتاب خیلی موافق نیستم و اینجا پینوشت خودم رو دارم. به نظر من ثبت هر چیزی، چون تجربه کردم میگم، اینکه بخوای هر چیزی رو دونه دونه ثبت بکنید تقریبا نشدنیه. اگر هم شدنی باشه واقعا خستت میکنه. یه وقتایی یادت میره، یه وقتایی توی شرایطی نمیتونی ثبت بکنی. من برای همین خیلی با این موافق نیستم. به نظر من بهتره که به صورت کلی بدونیم قرار چه عادتی ایجاد کنیم. بذارید یه مثال بزنم. من خودم قبلا هر روز صبح پا میشدم میرفتم اطراف خونه‌مون یه قهوه فروشی از قهوه میخوردم، قدم میزدم. چرا این کارو میکردم؟ چون میخواستم از خونه بزنم بیرون و حالا هوام عوض شه، در حالی که توی خونه قهوه داشتیم و من بلد بودم قهوه درست کنم. این چیز پیچیده‌ای که کلا نیست، ولی میرفتم بیرون و مثلا 2-3 برابر هزینه میکردم. بعد با خودم گفتم این چه هزینه اضافیه که من دارم میکنم هر روز. اونم یه وقت آدم بعضی وقتا این کارو میکنه، میگه اوکی میخوام تو کافه اصلا برم، اما هر روزش واقعا اشتباه بود. فقط به خودم چی گفتم قهوه تو خونه بخور، بعد برو پیاده روی تو بکن. نیاز نبود هر روز بشینم ثبت کنم، تیک بزنم. فقط این عادت رو برای خودم ایجاد کردم و با 2 تا 4 تا اینو شروع کردم انجام دادن. حالا مثلا میگم شما میخواید که با خودتون یک عهدی ببندید که یک کاری رو انجام بدید. حالا برای اینکه ثبت هم بشه، بعضیا دوست دارن ثبت بکنن، میتونید هفتگی و ماهانه ثبتش بکنید. چطوری ثبتش بکنید؟ شما آخر هر هفته بشینید چیزایی که یادتونه و بولد بوده تصمیم گرفتید رو بنویسید. مثلا میگم تصمیم گرفتید ورزش بکنید، کردید یا نکردید، همین یه تیک میزنید آقا من ورزشمو کردم. تصمیم گرفته بودید مثلا کتاب بخونید، حدودی یادتونه چند دقیقه خوندید، حدودی، اصلا نیاز دقیق تایم زده باشید. مثلا آره فکر می‌کنم 1 ساعتی خوندم، اوکی، به همین سادگی ثبت بکنید، ردیابی بکنید تا به اون اهداف نهاییتون برسید و عادت سازی بکنید. الان که این ویدیو به پایانش رسیده، وقتش نیست که ویدیو رو بزنید کنار، چون میخوام باید یه چیزی بگم. احتمالاً بعد این ویدیو سیستم کلی این که چطوری باید به موفقیت رسید رو فهمید. اگه دوست داشتید میتونید برید کتاب اثر مرکب رو بخونید، بیشتر تو ذهنتون میشینه. اما مفاهیم همیناست که من گفتم بهتون. اما ازتون یه چیزی میخوام که به جای اینکه مثلا من خودم بعضی وقتا یهو پر از انگیزه میشدم و میخواستم همه کار بکنم همون لحظه و تصمیمم میگرفتم و بعد از 2 روز واقعا نمیتونستم و چون نمیتونستم همش کنار میذاشتم. یک عادت بسیار کوچیک خوب رو برای خودتون بسازید، یا یک عادتی که خیلی راحته ولی بده رو کنار بگذارید. مثلا میگم کسی که سالهاست سیگار میکشه، اینکه یهو بعد این ویدیو بخواد تصمیم بگیره که من فردا دیگه سیگار نمیکشم، خب این کار سختیه، اصلا با چیزای کتابم جور در نمیاد. سعی کنید اول یاد بگیرید این سیستم سازی رو. باور کنید دیر نمیشه. باور کنید 3 ماه دیگه برمیگردید به امروز خودتون و میگید دمت گرم که این کار رو انجام دادید. با یک چیز خیلی کوچیک همین الان تصمیم بگیر و شروع کن که ببینی میتونی. اگه این ویدیو برات مفید بود، بهت کمک کرد، ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن از من حمایت. خدا نگهدار.